برادران بزرگوار من، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ابتدای اسلام بود. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در کنار خانه کعبه عبادت میکرد. بدبختای مشرک ها تنها پیدا کردن جناب پیغمبر، خیلی ضرب کردن، خیلی آزار دادن، خیلی شکنجه کردن، خیلی تحقیر کردن، حتی به حالت رسید شخصیت دید که جناب پیغمبر چقدر وحشیانه و بیرحمانه این بدبخت ها ضرب دارند. حتی دلش در رحم آمد، به سوی حضرت ابوبکر فریاد کرد، گفت ادریک اخاک، ای ابوبکر، گفت برو برادرت دریاب کن، برو که این بدبختای مشرکای بیرحم و بی انصاف برادری تو را در ضرب میکشنش. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه آمد، پیغمبر بزرگوار را در آغوش گرفت، ای بدبختا، آیا شخصیت میگوید که ربی الله، ربی من الله هست، میکشش؟ به حال خودش بگذار عبادت و بندگیش کنه. این بدبختا میگه در غضب آمدن، جناب پیغمبر را گذاشتن، حضرت ابوبکر به چنان ضرب و لطه کردن که حضرت ابوبکر از همه بیخود شد. حتی حکایت میکنن که روش چشمها برو همه یک شد، به چنان یعنی از حد زیاد ضرب و لط کردن. وقتی حضرت ابوبکر صدیق به سوی خانه آوردن، چند مدت بیخود بود، بیهوش بود، بیاد بود. وقتی که چشمها را کشاد، مادری محترمش در تار سرش نشسته بود. چشمها را کشاد، مادرش گفت ابوبکر فرزندم، جانی من، چند روز می شود بیخود هستی، بیاد هستی، بخیز یک طعام، یک شراب، یک چیزی بخور، گرسنه هستی. اما این ابوبکر چی جواب میگوید؟ میگوید مادر، حال محمد چگونه هست؟ محمد در کدام حالت است؟ این بدبختا من اینقدر ضرب و لط کردن، آیا با پیغمبر بزرگوار چگونه مناسبت کردند؟ مادر گفت فرزندم نمیدانم، گفت حال محمد. حضرت ابوبکر گفت قسم به عظمت و جلال الله، تا دیدار جناب پیغمبر نبینم من در این لبم نه طعام و نه شراب نمیزنم. اون لحظه من سیر میشوم، اون لحظه من شراب می نوشم، طعام میخورم که ببینم که دیدار محمد و رسول الله خوب است، حال محمد و رسول الله. این محبت اونها بود. وقتی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم وفات کرد، بندگی کرد، شخصیت از حجره مبارک گریان و نالان بیرون شد. مات رسول الله، جناب پیغمبر وفات کرد، بندگی کرد، گفته گریان بیرون شد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شمشیر از غلاف کشید، گفت قسم به نام الله، هر شخصیت بگوید که محمد مرد، من سری او را از تنش جدا میکنم. یگان شخصیت حق نداره بگه محمد مرده است. محمد به دیدار الله رفته است. چی نوعی که حضرت موسی در کوه تور میرفت به خداوند صحبت میکرد می آمد، محمد و رسول الله دیدار الله رفته است باز می آید. یعنی این محبت اونها بود. وقتی جناب پیغمبر وفات کرد، تمام اهل اصحاب خود را گم کردند. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه می فرمایند که در بار یک دیوار در زمین افتاده بود، با سوی یک جانب نگاه میکرد، چیزی را نمیدید و چیزی را نمیشنید. خیلی مصیبتی میان شکن و قامت شکن به بالاشون آمده بود، براشون خیلی دشوار بود. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی که بعد از وفات جناب پیغمبر در محراب جناب پیغمبر امامتی میکرد، در درون نماز ناگاه جناب پیغمبر در یادش آمد. حضرت میگه از هوش بیهوش شد، در زمین افتاد. در نمازم خمی ابروی تو بر یاد آمد، مدت رفت که محراب فریاد آمد. اون محبت اونها بود برادران عزیز بزرگوار. برای من و شما هم ضرور است ما باید محبت از این اصحاب بزرگوار درس بگیریم. برادران عزیز بزرگوار، جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در روایت فرمودند که
من احیا سنتی فقد احبنی و من احبنی کان معی فی الجنه. تن هر شخصیتی که یک سنتی من زنده کنه او من دوست داشته است. هر شخصیتی که من دوست داشت همراهی من در جنت است. برادری عزیز و بزرگواری من، فایده محبت پیغمبر این است که من و شما یعنی که در آخرت در جنت همراهی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میشیم اگر امروز دوست بداریم. حتی در روایت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم تن که انسان ها در آخرت در جنت همراهی شخصیت هایی هستند که در دنیا اونها را دوست می داشتند. اگر من و شما برادران عزیز و بزرگوار این پیغمبر بزرگوار، این پیغمبر مهربان، این پیغمبر بزرگوار و دلسوز اگر دوست بداریم، ان شاء الله رب العالمین در آخرت در جنت همراهی این پیغمبر بزرگوار هستیم. حضرت حمزه که عمک جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که حضرت شکمش چاک کردن، جیگرش از درون شکمش بیرون برآوردن، گوش و بینیش بریدند، چشمهاش از سرش کافته بیرون کردند، حتی زبانش از حلق جدا کردند. وقتی محبت این پیغمبر بزرگوار در دل او جا بود از این راهش نگشت. برادری عزیز بزرگوار، ما گفتیم که باید محبت از این اصحاب بزرگوار ما درس بگیریم. حتی روایت میکنن که یکی از زنها در یک غزوه از اهلش 3 نفر شهید شد، 3 نفر کشته شد. وقتی که اون یعنی میت ها را، مرده ها را به سوی مدینه بعد از غزوه می آوردند، تمام مردم پیشواز برآمدند. هر کسی برای پیشوازی جنازه شوهرش، برادرش، دیگر رفیق و نزدیکش پیشواز برآمدند. این زنم پیشواز همراهی مردم برآمد. مردم دیدن که یعنی که تابوت پدرش آورده است، مرده پدرش آورده ایستادند. شخصیت های در کنارش بودن، از دستهای این زن گرفتن، از دستهاش داشتن. تن خیلی مصیبت و داغی سخته و بالاش. مرگ پدر خیلی مصیبت میان شکنی هست. وقتی پدرش آوردن، این زن به سوی پدرش نگاه نکرد. سبحان الله. گفتن ای زن، این پدرت هست، این یعنی تابوت و مرده پدرت هست. زن گفت شناختم پدرم هست. بره به سوی خانه داخل مدینه دراره. از قفای وی جنازه شوهرش آوردن. گفتن شوهرت هست، رفیق حیاتت، یعنی شخصیتی که سرپوشت بود، نگهبانت بود، پدری فرزندات. گفت شناختم، به سوی خانه ببره. از قفای وی جنازه برادرش آوردن، مرده برادرش آوردن. تن برادرت هست. گفت شناختم، بره به سوی خانه ببره، سوی مدینه داخل کنه. و مثلی یک شخصیتی که چیزی میکنه و هر سو در جستجو و در سراغ بود. شخصیت هایی که در کنارش بودن گفتن ای زن، از شما فقط همین 3 نفر در غزوه بود، پدر، برادر، شوهر، هر 3 مردش آوردن، نگاه نکردی، در جستجو و سراغ کی هستی؟ میگه این زن گو که جنازه جناب پیغمبر در کجا هست؟ جناب پیغمبر در کجا هست مردش؟ گفتن جناب پیغمبر نکشتن. گفتن جناب پیغمبر زنده هست. البته منافقا یک فتنه انداختن در مدینه منوره که پیغمبر بزرگوار گویا در غزوه کشتند، شهید کردند. این زن گفت من شما را باور نمیکنم، تا دیدار جناب پیغمبر را نبینم من شما را باور نمیکنم. اگه زن بردن، جناب پیغمبر در گوشه ایستاده بود. زن در نزد پیغمبر بزرگوار 2 زانو زد، از لب دامن مبارک بوسه کرد. گوی یا رسول الله، قسم به عظمت و جلال الله، بعد از مصیبت شما هر مصیبت باشه برای من آسان است. پدرم وفات کرد، برادرم شهید شد، شوهرم شهید شد، من این مصیبت ها را طاقت میکنم، اما طاقت مصیبت شما را ندارم. یا رسول الله، هر مصیبت باشه برای من طاقت آور است،
اما طاقت مصیبت شما را ندارم. برادری عزیز و بزرگواری من، شخصیتی که امروز دعوا داری که امتی محمد رسول الله هستی، آیا به اندازه یک زن این پیغمبر را دوست می‌داری یا نمی‌داری؟ آیا به اندازه یک زنی که از بحری همه نزدیک ها گذشت اما وقتی که دیدار جناب پیغمبر دید دلش آرام گرفت، گو هر مصیبتی باشه برای من طاقت آور است.